حضرت عباس اوکی وای چطورتون عالیه؟ خیلی خوش اومدیم به این برنامه. قرار بریم با هم دیگه یک سم جدید ببینیم، بریم که با هم دیگه پارشیم. خب موضوع ویدیو چیه؟ قراره بریم چالش تغییر ببینیم. یعنی چی؟ یعنی آدما از چی تبدیل به چی شدن. خب پس بریم سراغ اولین چالش، بریم ببینیم که اولین دختر ما کدومه. اوه این چیه دیگه؟ چی نوشته چه دختر نازی بزرگ بشه حتما خیلی خوشگل میشه. شما فکر کن الان اینه، یعنی بزرگ بشه میخواد چی میخواد بشه؟ شرمنده لپات پرونده. اون دختر بود، نوشته بود دختر، واسه چی الان اینجا این پسره؟ این چه چالش تغییری دیگه؟ مطمئنی چی یک تغییرات ایجاد نکرده؟ نمیدونم چی بگم. تو الان دختری یا پسری؟ این شرمنده دیگه اینجا چی میگه؟ بذار چشمام بذار تکونش بدم. چجوری شد داستان؟ من که نفهمیدم. اگه شما فهمیدین داخل کامنت ها بهم بگین چجوری شد این چالش تغییره؟ از دختر رسیدیم به پسر، یه پسر هیکلی اینطوری رونی کلمن. من که دیگه مغزم قفل کرد دیگه، واقعا دیگه نفهمیدم چی شد. بابا دیگه اصلا مغزم دیگه رد داد دیگه. بچه‌ها بریم سراغ چالش بعدی. ما اینجا اومدیم چالش تغییر ببینیم، نه چالش تبدیل. خب بریم سراغ چالش دومی. قراره ببینیم. به به به، اوف ماشاءالله همه بدنا خفن. از چی تبدیل به چی شدی؟ مربی باشگاه کیه؟ بدن به این خوشگلی تو چجوری درست کردی دختر؟ اوف تا باش از این تغییرات دادا. چجوری شد که اینجوری شد؟ تو از این تبدیل شدی به این؟ یعنی زاده من باور کنم؟ من گوش اینطوریه، شاخ دارم. چجوری فکر کردیم؟ خب من خودم هم نمیدونم که چجوری شد که از این تبدیل به این شدیم، ولی خب میگن که زیر چادر. خب بریم سراغ چالش بعدی. 2017 ها 2007. این 17 رو آخه تو از کجا آوردی؟ اون 2007 همین الانش هم تو خیلی خوش گلی. اوه 2007 الان تو خیلی خوشگلی دختر. چجوری تو اینم خوشگل شدی؟ وای من اصلا نمیتونم باور کنم این همه تغییر. پشمام ریخته حاجی، پشمام. خب بریم سراغ چالش بعدی. با من از تغییر حرف نزن. تغییر رو اشتباه نشونشی. تغییر اوف تو دیگه چی کار میکنین شما با خودتون؟ چی کار میکنین که یهو اینقدر خوشگل میشین، از این تبدیل به این میشین؟ واقعا عجب چالش تغییری. من ای دوست دارم زودتر این چالش رو تمامش کنم که آخر سر دیگه یه چیزی از زبونم در نیاد که یهو فلان بشه پشمدان بشه. تو خیلی خوبی دختر، هم همون قدیمت هم همین الانه. تو خیلی. من الان که دارم توجه میکنم به یه چیزی مشکوک شدم. تو داخل عکس اولی تابلوی که پسری، داخل عکس دومی تابلوی که دختری. چالش تغییره. تو چجوری از پسر تبدیل به دختر شدی؟ ها تبدیل الان افتاد. من فکر کردم تغییره. شاید هم تو تبدیل شدی از پسر به دختر. برای این یکی چالش هیچ متنی ننوشته. 2 زن و شوهر توپل. شما 2 یعنی الان همون 2 یا اینطوری میشه رو دیگه واقعا از من نخواهید. همون 2 معمولین. جلل خالق چه تغییری بابا، بنازم. ایول. یعنی تو الان از اون تبدیل شدی به این. واقعا شما آخر هرچی چالش تغییر دیگه شمایی. حاجی پشمام طلبه است. نوشته چی؟ هیچ وقت تغییر نکن. یعنی چی؟ یعنی این الان میخواد تبدیل به چی میخواد بشه؟ آقا یه چیزی ها اگه نگاه کن، اگه داستان منکراتی باشه، فلان باشه، پشمدان باشه، داستاندار باشه، من بعدش نشون نمیدم. من الان میترسه دستم بزنم رو دکمه برم بعدی ببینم تبدیل به چی شده. پوف حاج آقا تقبل الله، تو از اون تبدیل شدی به این. ما چجوری ما الان باور کنیم شما از اون تبدیل شدی به این؟
اوه عجب چالش تغییری داریم ما، اصلا فکرشو نمی‌کردم. خب بریم سراغ چالش بعدی. چی؟ با من از تغییر حرف نزن. چرا اصلا شما همه تو خوشگل داری میشین، همه از یکی از یکی داره خوشگل‌تر میشین، این چه چالش تغییریه؟ چرا یکی زشت‌تر نمیشه؟ خب بزنم ناکام شما تبدیل به چی شدی؟ یا حضرت عباس، پوف تو دیگه چقدر خوشگلی، تو چجوری این همه تغییر کردی؟ تو این همه خوشگل شدی دختر، به خود چیکار کردی؟ راز پوست به خوشگلی چیه؟ بگو ببینم به خود چیکار کردی تو؟ خواهرم تو رفتی ژنتیک رو رفتی تغییرش دادی. تو چجوری از اون تبدیل به این شدی؟ تو رفتی اونجا این کروموزومات هست اینه که اینجوری میل اینطوری میکنه، تو رفتی کروموزومات رو رفتی تغییر دادی. تو ژنتیک تو از ریشه تو رفتی زدی، دوباره یه ژنتیک جدید رفتی تو ساختی. آجی پشمام ریخت داخل این چالش دیگه. داخل این چالش تغییر داشتیم، چالش تغییر سایز داشتیم، چالش تبدیل پدر به شوگر ددی داشتیم، چالش تغییر کروموزوم‌ها رو که داشتیم، چالش تبدیل ایرانی به ژاپنی رو که داشتیم، چالش تبدیل هم راستی داشتیم. یه اول ویدیو یه دختره تبدیل به پسر شده بود دیگه. آجی من کرکوپرام ریخت دیگه داخل این چالش دیگه. ما نفهمیدیم این چالش تغییره، چالش تبدیله. شما چجوری با خودتون این همه داستان دارین درست میکنین که تهش به اینجا میرسه؟ کرکوپرای ما ریخت داخل. یه چیزی که داخل این چالش فهمیدیم این بود وقتی شما کوچیکی نمیشه تشخیص داد که وقتی بزرگ میشی تبدیل به چی میشی. اصلا نباید روی این حساب کنی که وقتی کوچیکی همون کوچیکم بودی خوب بودی ها، ولی الان این تو خیلی خوبی، تو خیلی خوبی، تو حیفی. خب بریم سراغ چالش بعدی. چی؟ با من از تغییر حرف نزن. چرا اصلا شما همه تو خوشگل داری میشین، همه از یکی از یکی داره خوشگل‌تر میشین، این چه چالش تغییریه؟ چرا یکی زشت‌تر نمیشه؟ خب بزنم ناکام شما تبدیل به چی شدی؟ یا حضرت عباس، پوف تو دیگه چقدر خوشگلی، تو چجوری این همه تغییر کردی؟ تو این همه خوشگل شدی دختر، به خود چیکار کردی؟ راز پوست به خوشگلی چیه؟ بگو ببینم به خود چیکار کردی تو؟ خواهرم تو رفتی ژنتیک رو رفتی تغییرش دادی. تو چجوری از اون تبدیل به این شدی؟ تو رفتی اونجا این کروموزومات هست اینه که اینجوری میل اینطوری میکنه، تو رفتی کروموزومات رو رفتی تغییر دادی. تو ژنتیک تو از ریشه تو رفتی زدی، دوباره یه ژنتیک جدید رفتی تو ساختی. اصلا تو از ورژن ایرانی رفتی تو ژاپنی. تو چی وقتی بچه بودی شبیه ایرانیا بودی، الان وقتی بزرگ شدی شبیه ژاپنا شدی، ژاپنی شدی. من که دیگه بچه‌ها مغزم دیگه داره رد دیگه داره میده دیگه. من که دیگه قفل کردم. اگه شما فهمیدین که چی شد این زیر واسه منم تعریف کنید.